سلام به همگی. من علیرضام. اینجا چنل آی سی تی ویتمیه و میخوام که یه منتورشیپی رو برگزار کنم در قالب یه تعداد ویدیو. نمیدونم تعدادش چند تا بشه، چون خیلی اهل سناریو و این چیزا نیستم و کاملا بداهه دارم ویدیوها رو رکورد میکنم. توی این منتورشیپ یا به قولی نمیدونم بهش اسمش اصلا منتورشیپ گذاشت یا نه، توی این دوره یا تعداد ویدیوهایی که دارم رکورد میکنم کلیت چیزی که ببخشید کلیت چیزی که خودم بلدم رو میخوام آموزش بدم و هر چیزی که خودم دارم باش کار میکنم، ستاپ ها، ابزارها، هر چیزی که خودم دارم باش کار میکنم رو میخوام توی یه تعداد ویدیو جا کنم و به شما آموزش بدم. اصلا برای من اهمیتی نداره که شما این ویدیو رو میبینید، کار میکنید، تمرین میکنید، بک تست میگیرید یا هر چیز دیگه. صرفا فقط به خاطر اینکه یک چیزی رو از خودم توی این مارکت به جا بذارم دارم این ویدیوها رو رکورد میکنم و امیدوارم که مفید واقع بشه و یه تعداد افرادی بتونن حداقل باهاش به سود برسن. نمیخوام بگم که این سبک یا این ویدیوهایی که دارم رکورد میکنم بهترین ویدیوهای دنیاست، بهترین سبک دنیاست، وین ریت 80 داره، وین ریت 100 داره. نمیخوام گوشتون رو از این حرفا پر کنم. همه اینا کسچری بیش نیست. دنبال لایک و ویو هیچ چیزی هم نیستم. واقعا دیگه حوصله هیچی رو ندارم. فقط و فقط میخوام به خاطر اینکه یک چیزی رو از خودم توی این مارکت به جا بذارم ویدیوها رو رکورد کنم. خیلی طولانیش نمیخوام بکنم ویدیو رو، چون خیلی چیز سختی توی این ویدیو قرار نیست آموزش ببینین. صرفا فقط و فقط سوینگ های و سوینگ لوها هست که کاربرد خیلی خاصی هم توی مارکت ندارن، ولی توی سبکی که میخوام بهتون آموزش بدم خیلی مهم هستن. خیلی جاها اگر یک سوینگ رو اشتباه تشخیص بدید، یک سوینگ رو اشتباه لحاظ کنید، ممکنه که کلا اون سناریویی که دارید اشتباه در بیاد، اون پوزیشنی که میخواید بگیرید اشتباه در بیاد و باعث ضرر کردنتون بشه. اگر کانال تلگرام من رو از قبل دارید و دنبال کردید، میدونید که با رأی و نظرسنجی شما اومدم و این ویدیوها رو رکورد کردم و صرفاً به خاطر اینکه بدونم چند نفر دنبال کننده این ویدیو هستن، یک سری اوقات میام و یه ریاکشنی میخوام از شما، یه لایکی میخوام، یه چیزی که بدونم چه تعداد افرادی دارن این ویدیوها رو دنبال میکنن. و اگر شما داخل کانال تلگرام ما هستید، حواستون به مطالبی که قرار داده میشه باشه. توی کانال تلگرام ما یه سری لایو ترید هم توی روزایی که حوصله داشته باشم برگزار میکنیم. حالا یه سری لایو های گوگل میت هم هست که آموزشی هن اکثرا. حالا توشون ترید هم میکنیم، پوزیشن هم میگیریم. میتونید اونا هم بیاید شرکت کنید و لپ کلام لذتش رو ببرید. ICT with me کانال تلگرامی ماست. علیرضا بیگلری. FX هم آیدی اینستاگرام منه. اگر دنبال کننده این ویدیوها بودید، اگر دوست داشتید که به یک درآمدی برسید، اگر دوست داشتید که بنز و بی ام بخرید، اصلا این ویدیوها رو نگاه نکنید، چون شما هنوز ذهنتون آمادگی به سود رسیدن رو نداره و فقط دنبال یک توهم دارید میدوید. متاسفانه بنز و بی ام ندارم بخوام براتون شواف کنم و همین منتورشیپی که میخوام رکورد کنم رو با قیمت 500 الی 1000 تتر توی پاچتون فرو کنم. پس بریم ادامه ویدیو و آموزش. توی جلسه اول فقط میخوام سوینگ های و سوینگ لو رو به شما آموزش بدم و ازتون یه تمرینی میخوام. اگر اینو فرستادید، اگر دوست داشتید تمرین کنید، بک تست بگیرید، حالا تمریناتتون رو برام بفرستید. بک تست فعلا لازم ندارید، چون چیز خاصی نیست که بخواید بک تستش رو بگیرید. صرفا فقط میتونید تمرین کنید و تمریناتتون رو برام بفرستید.
هرچی تعدادش بالاتر باشه من حوصله‌ام بیشتر میشه برای ویدیو رکورد کردن، چون یک تعهدی رو میدونم که دارم نسبت به یه تعداد نفر که بخوام این دوره رو تموم کنم. یعنی معلوم نیست چه مدتی طول بکشه تا این ویدیو تموم شه، چه تعداد اصلا ویدیو بشه. و در کل یه چیزی هم بگم، این ویدیو کاملا بداهه است. نمیدونم تو این ویدیو گفتم یا نه، توی دوتا ویدیو قبلی که رکورد کردم و کیر شد توش متاسفانه گفته بودم. توی یکیش صدا رکورد نشد، توی یکی دیگهش از دقیقه 5 به بعد ویدیو رکورد نشده بود و فقط صدا بود. نمیدونم چرا، حالا امیدوارم که این یکی اینجوری نشه. برای پیدا کردن سوینگ های و سوینگ لوها داخل چارت ما 2 تا روش معمولی داریم و روش خاصی هم نیستن. همین 2 روش هم فکر نکنم بیشتر کسی داشته باشه، چون چیز خیلی خاص و سختی نیست. روش اولمون سقف و کف هاست. به چه صورت؟ به این صورت. مثلا توی چارت میاد یه سقف، یه کف، یه سقف، یه کف، سقف، کف، و حالا سقف و کف های مشخص رو پیدا میکنید و سقف ها سوینگ های و کف ها سوینگ لو نامیده میشه. چیزی که ما خیلی ازش استفاده میکنیم این روش اول نیست، ولی خب این هم اشتباه نیست. روش دومه که ما به 3 کندل نیاز داریم. یک کندل سمت چپ، یک کندل سمت راست و یک کندل وسط. اهمیت کندل وسطی از این دوتا بیشتره و باید دقت کنید برای پیدا کردن این سوینگ های، چرا که کندل وسطی باید شادوی بالاتری نسبت به 2 کندل سمت چپ و راست خود داشته باشه. ببین 2 دقیقه اینجا رو دقت کن، بعدن کسمشنگ بازی در نیاری، چون من حوصله تک تک جواب دادن دایرکت و پیاما رو ندارم. فقط تمرین رو چک میکنم، درست و غلطش رو به شما میگم. همین، حالا اشتباهی هم داشته باشی یک وایسی میگیرم میفرستم برات اگر حوصله‌ام بگیره. خب برای سوینگ های گفتم که ما 3 کندل نیاز داریم. کندل وسطی باید شادو و های بالاتری نسبت به 2 کندل سمت چپ و راست خود داشته باشه. حالا اصلا اهمیتی نداره کندل ها چه شکلی هن، پایین بالا باشن، هر مدلی که باشه ما کندل وسطی رو میخوایم و فقط میخوایم که کندل وسط حتی شده 1 پیپت از کندل های سمت چپ و راست خودش بالاتر باشه. این از سوینگ های. سوینگ لو هم به همین صورته. اصلا بادی کندلا برای ما مهم نیست و فقط شادوش رو میبینیم. شادو در زبان فارسی خودمون به معنی سایه است، کندل هم به معنی شمع. حالا این که بادی کندل باشه این هم میشه شادوی اون که روی چارت فکر کنم همتون دیگه بلد باشید. این ساده ترین آموزشیه که هر شخصی اول کار دیده. اینو ولش کن، ذهنتو بده به من، اینجا رو ببین. ما 2 تا کندل نیاز داریم، 3 تا کندل نیاز داریم که کندل سمت چپ و سمت راستش باید لوی بالاتری نسبت به کندل وسط داشته باشن. پس اصلا اهمیتی نداره بادی کندل ما چه شکلیه. ما حتی اگر یک همچین چیزی هم داشته باشیم، ببینید اینو برم اینجا، ما حتی یک همچین چیزی هم اگر داشته باشیم هم یک سوینگ های محسوب میشه هم یک سوینگ لو. ولی خب فعلا شما همین آموزش ببینید تا بعداً به اون ناحیه ها و اون قسمت ها هم میرسیم. یه تعداد میریم روی چارت بهتون نشون بدم که برید همون مدلی تمرین بگیرید و بفرستید، تمرین بکنید و بفرستید. حالا فرقی هم نداره چون بداهم میگم یه مقدار کسیرم لابلاش ول میدم تو ویدیو. ببینید الان اینجا رو نگاه کنید، این یک کندل سمت چپ داریم، یک کندل سمت راست که کندل سمت چپ و راست لوی بالاتری نسبت به کندل وسطی دارن. پس این یک سوینگ، آفرین، یک سوینگ لوه. دوباره این طرف ما یک کندل سمت چپ، یک کندل سمت راست و کندل وسطی ما کندل وسطی ما یک لوی پایینتری نسبت به 2 کندل سمت چپ و راست خودش داره. حالا همینجوری فعلا میخوام فقط براتون مشخص کنم، توضیح دادنی ها رو دادم، گفتنی ها رو گفتم.
بریم برای مشخص کردنش. من انقدر ویدیو گرفتم و اینا رو مشخص کردم که دیگه از بهرم چشمم هم ببندم الان میتونم اینا رو روی چارت مشخص کنم. این قرمزا سوینگ های ما هستند. چقدر کیری زبان انگلیسی و فارسی رو بخوای دوتاش رو با هم یک جا استفاده کنیم. سوینگ های ما این وسطی است. چرا؟ چون کندل سمت راست و سمت چپش های پایین تری نسبت به کندل وسطی دارن. اینم همینطور، اینم همینطور، اینم همینطور و هزاران تا سوینگ میتونید توی چارت پیدا کنید. اصلا تایم فریمش برای ما مهم نیست. یعنی حالا تایم فریم 1 دقیقه، 1 ثانیه، 1 ساعته، 1 روزه، 1 ماهه و حتی 1 ساله هم اگر داشتیم میتونید سوینگ هاش رو پیدا کنید. یک جایی مثل اینجا ببینید، من اینو کم زوم کنم. بیلک موس من خراب شده، همین مال اسکرولشه دکمه متاسفانه و یک موس سفارش دادم فردا میرسه. حالا این اصلا مهم نیست. خب ببینید اینجا الان ما 2 تا کندل داریم که خیلی برای شما شاید سخت باشه پیدا کردن سوینگ هایی توی این قسمت. اینجا ما چطوری سوینگ های پیدا کنیم؟ اوایل که چشممون عادت نکرده، ببینید ما الان روی این کندل یه دونه از این ورتیکال لاینا گذاشتم اگه اشتباه نکنم. آره، یه ورتیکال لاین انداختم روی این کندل وسط. میخوام کندل این سمت و این سمتش رو ببینم چقدر هایش چه عددیه، یا اگر اینجا داشته باشمش ببینم این خدا کنه خود این باشه. آفرین، پیدا شد. اصلا مهم نیست یه بقیه چیزا. پدر سگ، ولش کن، دونه دونه میریم. ببینید الان این کندلی که اینو گذاشتم روی هایش 1.1718 است. بغل دستیش 1. چرا نمیچسبه این؟ ولش کن اینو، ولش کن یه دقیقه. همین از اینجا بهتون میگم. ببینید اگر این بالا رو دقت کنید، اعداد رو ببینید، اینجا اوپن کندل، های کندل، لو کندل و کلوز کندل رو داره نشون میده به شما. الان که روی این کندل وسطی وایسادم، های این کندل 1.1718 است و این یکی کندل سمت چپی 1.1718 است. پس این 1 پوینت از این پایین تره. کندل سمت راستش 1.1718 است. پس این 2 پوینت از این کندل پایین تره. اینجا سوینگ های ما میشه این کندل وسطی. اینجوری تمرین کنید، برام بفرستید. دنبال زیر بغل مار نباشید. توی این مارکت سود گرفتن از مارکت خیلی راحت تر از چیزیه که فکرشو بکنید. امیدوارم که توی این ویدیوها بتونم بهتون کمک بکنم و بتونم به یک به قولی درآمدی برسونمتون. البته که من کاری نیستم، بستگی به کون گشاد خودتون داره که چقدر تمرین کنید، چقدر بک تست بگیرید، چقدر وقت بذارید. خود من روزی 10-12 ساعت آموزش دیدم، وقت گذاشتم برای تمرین کردن و بک تست گرفتن. این از آموزش امروز. یه مقدارم طولانی شد، تقریبا شده 13 دقیقه و 55-56 ثانیه. بازم میگم تمریناتون رو بگیرید بفرستید برام. اگر نفرستادیدم که چه بهتر، وقت من رو زیاد نمیگیرید و من راحت تر میتونم به کارهای دیگه هم برسم. عزت زیاد، تا ویدیوی دید بعدی.